медбрат будаса من گوش کردم گریه کرده میگوید که گوش کردیتون کدام بود اول علی بایده این نامردا برای چی میگریزی میپرتوید وقتی ننگ ناموس آمده است برای چی مردم ها وای میکنید یک موسفید آمده است پنسیونر آمده در اینجا برشته اینا آمده با جای وای کردن شما وظیفه و کاراتون پرتاتین رفتین در خانهاتون هر با آنقتی در دیگر جا وای کرده ایستادین من پیشنهاد کرده بودم که اینا کسا مکافات دولتی را پیشنهاد کنده کن اینجا بیا رنگ روز سوز است کو اونجا بفکریم که چند هفته در همونجا بودی روات هم نشد سوز همین قدم شما باشد همین قدم شما را من بوسه کنم چی کنم آخی در امقل پدر بابای ما میشوه امروز چه بخواه خدمت کرده سی بعض نامردا ای کار گریختن تو میای روزی دیگر همه تینجی میشوه انشاءالله همه تینجی میشه تو روزی دیگر میای من ترا سوال میتم در این روزی سختی تو در کجا بودی با کدام روح بروی من نگاه میکنی چی جواب میگوی با چند سال شد کار میکنی؟ 7 سال تجربه 7 سال تجربه کاری من 7 سال تشکر زیاد گرچند یک چیزی عادی وای بودی کرده لیکن ننگ ناموس داشتگی متخصص بسیار وای بود ضربه جانکا بله سلامت باشی موفقیت کجا را ختم کردی؟ کالج تیوی جمهوری شهر دوشنبه را کالج جمهوری دوشنبه بعد نخوندی چی در دانشگاه تیبی ده تولد چند است؟ چند رفته ای؟ 31 دم اویلادار هستی؟ شکرانه خدا صاحب یک فرزند یک فرزند؟ شهر دوشنبه ده؟ شهر دوشنبه ده شهر دوشنبه؟ کوارتیره ده زندگی میکنی؟ سبب همین بود که جای زیستی برای یعنی برقرار کردن کسی جمعی پدرم در جنگ شهروندی گذشته بودم تران جمع بود جای زیستی دویمی نداشتم سال 2011 که خط کردم تا سال 2014 در فدراسیون روسیه برای جای زیستی دویمی چی کردن مادرم در خانه خیش توا بود دادم خانه خیش خیلی خانه هر کس زبون جناب گلی گفتم مادر من نظم بیارم دادر من نظم بیارم فدراسیون روسیه رفت بگه کار کنم بیارم یکم سویتی زمین بگیرم مادر من نظم بیارم جناب گلی برای زحمت کشیم خیلی شکرانه خدا خوزی انا خونه تری نوخه همون برک میگن هم تری دور محترم جناب گلی عذاب و باران شکرانه خدا خیلی دانشگاه تیبی در تحصیل نکردی؟ حاضر باید کنیم سپارشیم امکانیت روزانه خواندن داری؟ دارم جناب رکتر این همه باید آشنای ما را وای میکنی داخل میشود وزیر یک جاده میدبرد وایش میکنی کارگر معاش گیره گودا کشه اسدالله رحمان نوشته گیرین ما بینم که چی دارم برای کوارتیره خدمتچیانی دولتی ما یک دو خانه میشه تا برای نام نویس کن برای خان هم کار کن هم زندگی تا پیش بر با من نظارت میکنم اسدالله رحمان خب سلام باشی این پاتریوتون یک وای جستی خودشان قاطی هزارها نفر از خفای خودشان میبرند یعنی هزارها نفر به ناموس میارند